هستی روح دلیل دیگری وجود خداوند است. زیرا پیدایش روح را بغیر از الله به هیچ جهت نمیتوان نسبت داد. بعد از پذیرفتن موجودیت روح، انکار هستی خداوند امکان ندارد. زیرا چگونه پیدا گشتن روح در جسد هیچ توجیه مادی ندارد. از سبب آنکه هستی روح وجود الله تعالی را اثبات می نماید، منکران خداوند کوشش کردند تا موجودیت روح را انکار نمایند. چون که پذیرفتن روح، پذیرفتن آفریننده آن، یعنی هستی الله تعالی را تقاضا می نماید. از این جهت قبل از آن که از ملحدان روح را کی آفریده است که آن پرسان شویم، باید پیش از همه هستی روح را با دلیل ها اثبات نماییم. پس بیایید اول موجودیت روح را اثبات کنیم، بعد سوال خود را بدهیم. یکم، مفهوم های مثل حقوق، برادری و عائله تنها با پذیرفتن روح قبول کرده می شوند. بیایید باز کمی وسیع‌تر گشاییم. طوری که معلوم است همه حجیره های انسان در 6 ماه عوض یافته آدمی نو می گردد. بر این اساس اگر قاتل را به محکمه آورده سودی حکم او را صادر نماید، آیا می تواند دعوا کند که به سبب عوض شوی حجیره ها جسم او کلاً تغییر یافته، اکنون او شخص بیگناه است و جنایتکار نیست؟ در این صورت سودی چی پاسخ خواهد داد؟ البته بر اساس این اندیشه پاسخ قانع کننده گفته نمی تواند. اکنون اندیشه نماییم. اگر وجود روح را اعتبار نداده، انسان را تنها با جسم تصور نماییم، جسم مادر که ما از آن به وجود آمده ایم چندین مراتب عوض گشته و آن جسمی که فرزند را تولد کرده است بعد از 6 ماه از بین رفته است. بنابراین به تصور روح شخصیت انسان را چگونه فهمیدن ممکن است؟ دوم، فرضاً اگر انسان کر و نابینا تولد شود، گرچه درازی و کوتاهی، دوری و نزدیکی و دیگر معناها را احساس کرده نتواند هم، بر وجود خود هرگز شبهه نمی نماید. زیرا چشم و گوش، دست و پای و دیگر عضوها تنها برای درک نمودن عالم خارجی انسان لازم است. انسان بدون عضوهای حس کننده عالم بیرونه را درک کرده نمی تواند، ولی هرگز بر هستی خود شبهه نمی کند. زیرا قوه‌ای که با آن خود را می شناسد روح است. سیوم، انسان وقتی کاری را انجام می دهد من کردم می گوید و آن عمل را به عضوهایش نسبت نمی دهد. یعنی در حالت انجام کار دستم نوشت، پایهایم رفت، گوشم شنید نمی گوید. این طور باشد مقصد از گفتن من بعد از انجام هر کار کیست؟ البته وقتی که من می گوید و یا چیزی را به خودش نسبت می دهد، مراد از آن روح است. چهارم، ماده ها طبیعتاً اراده و قابلیت انتخاب ندارند. حالان که حرکت های انسان بر هستی اراده در وجودش دلالت می کند. اگر انسان مخلوق تنها ماده می بود، باید موجود بی اراده می شود. مادامی که ماده صاحب اراده نیست، باید در بدن انسان روح وجود داشته باشد. این طور باشد اراده انسان دلیل واضح بر اثبات روح است. پنجم، همچنان که ماده اراده ندارد، قابلیت شنیدن، دیدن، چشیدن و احساس نمودن را نیز ندارد. فرضاً اگر انسان مخلوق محض مادی می بود، صفت‌های مذکور در او وجود نمی داشت. مادام این صفت‌ها در انسان وجود دارد، معلوم می گردد که او تنها موجود مادی نبوده، دارای روح نیز هست و این خصوصیت‌های روح هستند. ششم، فرضاً اگر مغز سر انسان را گشاده، رگی وابسته به حرکت انگشتان را جنبانیم، شاید انگشت به حرکت درآید، ولی با این حرکت تگمه لباس را درآورده نمی‌تواند. زیرا درآوردن تگمه ها در سوراخی لباس با حرکت یکجایی همه انگشتان به جا می آید و تنها با حرکت دادن سیستم عصب عملی نمی گردد. اگر درآوردن تگمه ها در لباس کار مغز سر نباشد، کار چی می توان باشد؟ البته آن کار روح است.
هفتم، هیچ ماده به حرکت دادن به حرکت نمی دراید و حرکت دادن ماده بدون دخالت چیز غیر امکان است. اما شخصی رو می بینیم که هنگام تماشای تلویزیون می خندد، گریه می کند، می ترسد، هیجان بخش می شود. عجبا، آیا قوه خنداننده و یا گریاننده می تواند ماده باشد؟ البته نه، زیرا یگان ارتباط مادی وجود نداشت. پس این فعل ها به کی تعلق دارند؟ البته به روح. هشتم، اگر انسان 70 کیلوگرم وزن داشته را بعد از مرگ برکشیم، اینچنین 70 کیلوگرم می براید. عجبا، از وجود انسان چی کم شد که خنده و گریه و گفتار و حرکت ها را از او برد؟ البته روح است، زیرا به واسطه برکشیدن معلوم گشت که از وجود او هیچ چیزی مادی کم نگشته است. نهم، از نگاه سیستم مغز سر هر نفر به یک طرز کار میکند، ولی اندیشه ها گوناگونند. اگر اندیشه نتیجه کارکرد تنها مغز سر می بود، باید اندیشه ها نیز یک رنگ می شد. عجبا، سبب فرقیت اندیشه ها در چیست؟ البته سبب گوناگون اندیشه فرق کردن روح هر شخص است. اگر اندیشه ها تنها حاصل کارکرد مغز سر می بود، اندیشه ها از همدیگر فرق نمی کرد، زیرا خصلت های ماده تغییر نیابنده است. بنابراین گوناگونی اندیشه ها نیز اثبات کننده هستی روح است. دهم، تلپاتیا، یعنی انتقال دادن فکرها از مغز سر به مغز سر دیگر است که حتی علم مادی نیز آن را قبول دارد. چطور دو نفر که در مسافه چند کیلومتر هستند بدون ماده همدیگر را احساس میکنند؟ پس تلپاتیا نیز دلیل موجودیت روح است. 11، خوابها اینچنین دلیل موجودیت روح می باشند. گاه آن چیزی که در خواب می بینیم همان روز یا دیرتر عملی می شود. این معلومات است که روح در نتیجه نزدیک شوی به عالم غیب به دست آورده است. اگر ما روح را انکار کنیم، این واقعه را چگونه شرح داده می توانیم؟ همینطور خواب دیدن هستی روح را اثبات می کند. 12، فرضاً اگر گوشت و استخوان، مویها، چشمان، ناخنها و دیگر عضوهای بدن را در یک جا جمع نماییم، احساسهایمان در کجاست؟ یعنی رحم و شفقت، محبت، بخل و حرص و مانند آن صدها احساسها در کجا قرار می گیرند؟ اگر این خصلت‌ها عضوهای حسی می داشتند، مثل دیگر عضوها در یک جا جمع گشته وجودشان نمایان می گشت. این طور باشد، سرچشمه احساسات نه جسم بلکه روح است. از این رو هر یک احساسات انسان بر وجود روح دلالت می کند. 13، صفات‌های به مانند فضیلت، سخاوتمندی، جسارت و دانش در آدمان گوناگونند، در حالی که یکی بیشتر است دیگرش کمتر. اگر این صفت‌ها مادی می بودند، آن در تمام انسان‌ها یک خل می بود. زیرا صفت‌های مادی ثابت می شوند و تغییر نمی یابند. پس اینها صفت‌های مادی نیستند، بلکه صفت‌های روح هستند. همینطور گوناگون بودن درجه خصلت‌ها هستی روح را اثبات می کند. 14، در وجود انسان شادی و غم و اندوه از دو جهت سر می زند، جسمانی و روانی. مثلا اگر کسی با دوستش واخورد، شاد گشته حلاوت می برد، ولی این حلاوت حلاوت مادی نبوده، حلاوت روحانی می باشد. اینچنین گفتند زخم زبان سخت‌تر از زخم شمشیر است، یعنی رنج روانی سخت‌تر از زخم حسی می باشد. این طور باشد چشیدن رنج و حلاوت‌های روانی هستی روح را اثبات می نماید. بعد از بیان دلیل‌های اثبات کننده هستی روح، از منکران وجود خداوند می پرسیم کیست آفرنده روح و دمنده آن در وجود مخلوقات؟ بغیر از الله تعالی کی می تواند آفرنده روح پراسرار باشد؟